بچه بیا پیش بدرو بخواندن دست مکندی دستت سرد مونا میخواندن عروس دا اوجا تر نگاه داره 3 روز شید خونگشون رفتن باید پیش عروس دونه دلش بیایی مرا فهمید یا نه ایت دیوانه چی کو تو مرد خودت بدرو یا بار من بدرو نخون باید پیش زنی تو بدرو وای مده یه هنگه میشه باید تو بدرو یا آخی میخواندن بچه گره تاخی در سرد بولا بیا پیش درو آخی ما میدرو موزی چی میگم باید چی میگی؟ میترسم ما یکون بار قطعی دختر گاو زدگی نیستم بشقی نخو آدم بترسه باید دختره تو مرده که پیش باید بدروی دلشو بیاوی میدونی چی کن میکنی؟ پیش عروس میدونی پیش ینگه ایما باید میکنی سخنهای خوب میگی اول سلامش میتی مهربونیش میکنی همه مهمش میدونی چی؟ همین دلشو میاوی مرا فهمیدی تو؟ دلشو میاوی؟ دلشو میاوی باچ هیچی نمیگه آخی هیچی نمیگه پیش درو بیو خیلی درو باچ خیلی همینجا در بست من همینجا میستم تو بدرو بیو یکی اوز تق پق بگوش بدرو فهمیدی؟ بدرو السلام علیکم السلام هایی یکم باره عروس خونه دا میبینم 37 داشیدم نو دیدم نو دو در خونه یک کس برم سلامی دو دایلا عروسی با پای خدمه بوده که همه اومده برابر گام و غلطید مردک اگه دیگه ما اگه جو شیر میخیم سهری و چی میکنی؟ یه همش خودت بودی؟ مایا نه چی باید جورم گفت که دل شبیه و گفت اوه کفته استم که دکجو باشه دلیت دیدی من آنم جدا ای خیال من تو دل نداری ترام دل داشتی دا دیگه سازی تینجی خاله میاد سازه ای بچه تو فقط هم خالی کردم میتونی نه با چه خالی کردم میتونی؟ با اینی خیلیش هم میتونم ای مایو باشه اسپاندیار چه خنده و یادگاریمون مخفولمونه خنده و زوره ها زوره ای باشه مایو لابا میگو ما ترا نگیرم برای چی؟ چی با تو مرا نمیگرفته ای؟ این 5 سالی گشتگی های من قطعی تو این عاشقی و این قلوبافای کدگی های من این خجدت های من گجو میشوه خیاقی یا شوخی زمستونه کدیم واه دلم در زمین زده قریب که باور کنم دل تقم دل من نقم نه که هم شوخی های خنک داری که اسفندیار گپات خنک چهرت خنک شوخیات هم خنک جمپرت ایروز تنک ای خب که چندک خوب میکنم هندک پیش درو ایندک اینا با چی نگاه داری مرا نگاه نکم خودم باید گذار گیره کدستم با مرا نگاه نداره نگاه داره آخی نگاه داره همه خمه که گیره نکنم با گیرم چی خیلی کنم اینا با گیرم اومده اینا با گیره میکنم اینا اکا هیچ که دل برداری نمیکنه یکم کسی الان نگاه کن ایو بچه رو به طرف خود نگاه کده گیره کدیسته برای چی باشه؟ ایوه گیریه داره یا خاندیده است؟ من خنده و گیره شنویدم همین خونه میبینده روش اسمیگه گیره میکنه بوم بپشونه میخنده
بیچاره و گریه داره و غصب کرده گریه کرده گریه کرده سر این پیش رفته بدا کو بیا بفهمیم چی گپ شده باشه چو کدی دار در جان ای بچه نه همی مردک بونه همی هروی آدم چی کارت کده چی ناله داری در جان بچه بزه بم اپا خولا تقوی بچه بزه نه بچه زوری حالا من یا آدم نجات دادم یا دختر خشور را نجات دادم اکا تقوی اما کی خیلی خولا جان اپا جان گوش کنده یا دختر خشور نجات دادم ای آب رو آوردم همین اکاش هم کزد مکی اینا چشم ازی شو کرد برای چی همین ما بچه گنده ایم ای آب رو آوردم میگم اپا جان کار باشه خولا این نوع عدالتی رو بیا ای چی نوع آدمی شده ای زمانه بی نخود تو آدم بزنه بیچاره نوع آدمی کده ای نوع آدمی اپا نخواه ای آب روری با بزنه آدمگری ده تغری میگیره ای ابر من گوش که دو در جان تو دختره که خوشروی که گفته سر کدام دریا برو وردی دای خنکی زمستون ای دای رو نبرو وردم با ای کجا برو وردی ای همو وانه خونه شون یه دختر کجا شده خب بجم بیا خب میستم تر نگاه کردم موی سر مشونه درموز بسته خب هم یه سر شونو میکنه همین روز که هم خیلی کشید بیا موی سر مشونه میکنم برای موی سر میگون شعر بخون درباره موی سرت شعر بخونم مایلش گه در لقمه دستم گه در کاسه شورباست گه در بین نان و چای عزیزم موی تو پیداست شوخی نمیشوه شوخی رمان تو ما مثل میجی نگاه کرد تیز بخی بیا ای گوش که مرا سعدی نمی همه میدونه همه همسویو میدونه همه خشتبار میدونه که خمون میگردیم به حال خمون میخندن اسم میریم اسم میویم خمون توی نمیکنیم با خمون کیده در کاره باید که خمونو بباشم به عقل نخوتم خیلی کنیا ما این به عقل ایوه ما دیگر نمیباشم خود ما چی اکا باز میشه سر نزندی در کورنش اوینده در که هولی یوشی اکا تو پلنگ اکا یا تینجی های خود ما نمیباشم دیگر برای چی اوکی اکا این همی به عقل به تمیز آدم پیشیم اومد تینجی های وقت چی گپ شده گازن گفتی اکی تو پلنگ همین تو گفت نه در افتاب مزده نه در خنکی تو خنک نخری همین تو چی سین داری چی کار کنم ما با چی گفتی آخ چی گپ شده میگه گفت که پاچه هم در میکنه رودا هم خنک گرفتی گه سرم در میکنه گفت آخه گفتم بوس که تو این آسانه که هیچ کار نکن گفتم دیگه تو سلیانی خنک نخوا آوی خنک نخوا نه مثلا کالی خنک نخوا نه کدی همین چکه دو چیزای خنک نخوا گفتم گرم بپوش دستم یکو شبکه که تلپکه بکش خنکی آموده سی 100% میشی میگردی اون نقص ده آخه یک اصلا گویا تبابت کردی تو برادر برای همین زیگ میشی اون نقص ده دست گرفتی اکا اما برای زیگ نمیشه اون با چی ده زیگ شدی اکا بابا گفتم یکان چیزی گرم پوش دستم یکان چیزی گرمون و اسپارتیف که برای قطعی تاقم گرفته رفته